دینی مبین اسلام. رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده در نزد مسجد مرکزی شهر دوشنبه مورد سوءقصد قرار گرفت. در نتیجه مفتی جراحت‌های سبک برداشت و حملگر بازداشت شد. خبر می‌دهد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. بعضی از جوامع کم سواد ببینید همه سواد کافی دینی ندارن. شاهد حادثه به رادیوی آزادی گفت که شخصی نامعلوم با کارت به مفتی حمله کرده کوشش ضربه زدن به سر او را داشت. شام 11 سپتامبر مفتی چون همیشه بعد نماز با نمازگزاران حالپرسی میکرد. یک جوان به او حمله کرد. او به پیشانی عبدالقادرزاده با کارت ضربه زد. نمازگزاران فوراً واکنش نشان داده حملگر را بازداشت کردند. شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه سامانی در نزدیکی مسجد جایگیر است و کارمندان مقامات حفظی حقوق زود به مکان حادثه رسیدند. نقل کرد شاهد. جالب دقت آن است که همان روز مرکزی مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی خبر داد که این حمله از روی انگیزه‌های افباشانه با کارد برنده صورت گرفته است، در حالی که خود سید مکرم عبدالقادرزاده در یک صحبت کوتاه با رادیوی آزادی گفت جای نگرانی نیست، وضع سلامتی هم خوب است. اشهد ان لا اله الا الله. تحلیلگران نسبت بیان رسمی حادثه شبهه دارند و بر آن نظرند که مقامات کوشش دارند حادثه روی داده را تا حد امکان پنهان نمایند و سوءقصد را با فعالیت کسبی مفتی که اساساً در سفیدکنی همه گونه عملهای رژیم رحمان افاده می‌یابد پیوند ندهند. با کسی پوشیده نیست که سید مکرم عبدالقادرزاده طول 10 سالها هر یک قراری را که بر ضد اسلام روانه شده است نوابسته از بی‌معنی بودنش دستگیری می‌کند. تنها اخیراً مفتی قرار درباره منع پوشیدن لباس‌های اسلامی به گفته مقامات با عنعنه‌های ملی ناموافق را جانبداری کرده بود. دینی مبین اسلام کدام نمودی دوخت رنگ یا نمود یا مود معین کردگی نیست برای صدر. بنابراین واضح است که این حمله بواسطه با فعالیت سید مکرم عبدالقادرزاده همچون مفتی ارتباط دارد و پنهان کردن انگیزه‌های واقعی حمله از جانب مقامات حفظی حقوق به آن ربط دارد که آنها نمی‌خواهند مردم شخص حمله‌گر را قهرمان خوانند و با این راه پیروان او به وجود آیند. غیر از این گرچند خود مفتی و وزارت کارهای داخلی وضع خوب سلامتی او را خبر دادند، ولی او 12 سپتامبر در کنفرانس بین المللی نقش عالمان و متفکران تاجیک در رشد فرهنگ و تمدن اسلامی که سخنرانیش در آن اعلان شده بود نتوانست اشتراک کند. طبیعی است که این همه فکر را به آن میبرد که سوءقصد کشتار مفتی درباره حکومت تاجیکستان از جانب مقامات همچون حمله افباشانه با ضرر ناچیز به سلامتی به نمایش گذاشته شد. متاسفانه جناب مفتی هم گفتند که لباس ملی امروزه ما کلا مطابق شریعت است. متاسفانه این درست نیست، زیرا که چنانه که ما معیارهای شریعت را بیان کردیم، طلبات شریعت باید کلا سطر جسم زن به جز رو و دستش پوشیده باشد. ولی امروزه نمونه ها را من همه اش را دیدم، مشاهده کردم که آنها همه گردن و پیشی بر کشاده هستند. مویسر زنها هم پیشی مویهای پیش و هم در بر همه جا کشاده هستند. همچنین اکثریان یا کلان همه لباس ها آستین کلته هستند که دستان زنها نمایان است و این با معیارها و طلبات دینی مبین اسلام جوابگو نیست.